آنچه خواهید دید. واسه درآمد زیبا ارسال برای امباپه. وای چه گلی! بگم از خوشگلی این گل. آخه تو پاسکاریو ببین. خب خیلی مخلصیم دوستان. خوش اومدید به ویدیوی دیگه از کانال نیما پلیس. امروز اومدیم آقا، خودتون قطعا از تایتل ویدیو فهمیدید که میخوایم چیکار کنیم. میخوایم دیویژن بازی کنیم که ببینیم میتونیم به دیویژن 3 2 1 یا حتی رتبه‌های برتر برسیم. تا آخر ویدیو همراه من باش تا ببینیم این اتفاق میفته یا نه. 1 2 3 2. ما برای رسیدن به هدفمون تو این چالش حداقل باید از این 4 بازی 8 امتیاز به دست بیاریم. مثالش رو میتونیم تو این تصویر ببینیم که بازی اول 2-0، بازی دوم 2-1 و 2 تا بازی دیگر رو هم مساوی کنیم تا به 8 امتیاز برسیم و بتونیم چالش رو با موفقیت به اتمام برسونیم. بریم سراغ بازی توپو بعد جلو دادیم، رونالدو دوش وای بگیر گلر. به دوناروما چه سیوی. کورنر برای حریفمون. این روش رو چند باری امتحان کرده. ای وای بگیر دوناروما. بازم دوناروما نجات داد دروازه رو. مارکیهی پاس. ای وای اشتباه. به رایکارد عین تانک میمونه حاجی اون وسط. وای مسی خسته شه حاجی، پای لو نده. دوکو از اونجا یا خدا رفت بیرون. خسته شه حاجی. وای رابرتسون چرا اینطوری شد؟ یا علی رفت ریدی رابرتسون. سالی با ببند تکلوه. من خیلی آرومم ولی نمیدونم چرا همه بهم میگن عصبی. من عصبی ام؟ نه که عصبی میشی چی کار میکنی؟ واقعا دوست داری بدونی؟ اوه خوشحالیه بعد گل. مسی، استیون جرارد، امباپه بغل پای ناز. جونم به این گل. 1-1 مساوی. فرانسه برگشت. این به اون در آقای ازه. خوشحالی گل میکنی؟ ازه سالی با بازم سوتی چرا رد شد؟ رابرتسون بزن تکلو. به رابرتسون هکلو بگیر آجی. و به این ترتیب بازی در نیمه اول با تکل امباپه و ازه برای تیم حریف 1-1 که مساوی رسید. زاویه بسته است. امباپه خوب زد ولی کورنر. بازی اول 1-1 به اتمام رسید و کیلیان امباپه بهترین بازیکن زمین شد ولی نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیومد و نمودار نتیجه به این ترتیب شد و الان 1 امتیاز داریم با بازی اول. اما قبلش می‌بینید که به هدفمون نزدیکتر شدیم و امتیازمون بیشتر شد. بریم سراغ بازی دوم. بعد از چند دقیقه بالاخره حریفمون پیدا شد. استرنجش 3175
3 بار رفتی دیویژن 2. و اما برای بازی دوم ترجیح داد که رافائل لیائو رو جای مسی وارد زمین کنه. توپگیری از ژول کنده، پاس برای وینگر راست، بده رونالدو رو خودش، دورو بگیر رونالدو، برو رونالدو بزن. وای بد زدم. کورنر. توپو در بیارید از اونجا. رافائل لیائو، امباپه بده، دوشو باید بدیم جرارد، امباپه بزن. وای گرفت. پنالتی فکر کنم امباپه رو زد. آره حاجی زده امباپه رو. کدوم سمت بزنیم حالا؟ 2000 years later. راست بزنیم با امید گل شدن. رونالدو و توی دروازه 1:24. 1-2 ای کسش. پشت دفاع گهی دوناروما، دفاع چپ نرم پویل گذاشتم به جاش. استیون، رایکار، رافائل لیائو بده، امباپه بچرخ سمت راست، برس یه ارسال قشنگ، امباپه پشما. چی بگم از خوشگلی این گل. و به این ترتیب بازی در نیمه اول با 2 گل رونالدو و امباپه 2-0 به نفع ما به اتمام رسید. رایکارد پاس داد وسط، نباید بذاریم. خالی شد. نیمار چه گلی. 2-1 نباید اجازه بدیم. عالی. لیائو یکو بده، دوشو نه رونالدو بیار خودت نگیره. شوت رونالدو گرفت. ریباندم دست خودشون. به قشنگ از جرارد از همونجا به توپ بستیم تیم حریفو. پاس به عقب، ژولز کونده، یک ارسال بر رونالدو. حالا امباپه باز گل نشد. خب بده، دورو بگیر. چه لگ میزنه، نره بیرون. امباپه باید بساندم. چیکار کنم؟ خطا. رونالدو بده بزن. جرارد بزن. جرارد خورد مدافع. پریمان جمع کرد. رافائل لیائو، جرارد بده خودش، رونالدو، جرارد بدن وسط، رونالدو بزن. وای چیکار کرد؟ یا خدا. وینیسیوس نجات داد دروازه رو دوناروما. دقیقه 92 بزن سوت و داور و تمام. و به این ترتیب بازی دوم با نتیجه 2-1 برنده شدیم و حالا به هدفمون خیلی نزدیک تریم. و نمودار ما به این شکل در اومد و در حال حاضر با بازی اول و بازی دوم 4 امتیاز داریم. من بازی نمی کنم. 3216. رونالدو 105، مسی 106. خسته شو. ما هم کار همیشگی رو انجام میدیم. رونالدو نوک، امباپه پشت سرش. ولی این بازی میخوام لوئیس دیاز امتحان کنم و لوئیس دیاز به مهاجم اضافه شد. رایکارد سیدورف، پاس برای لوئیس دیاز، امباپه تک به تک، برس مارکیهی، بیا جلو دوناروما. به به گل اول. بده رابرتسون، جرارد بگیر، راه بنداز دیاز و کاناوارو پدرمونو در میاره. رید مسی گل. 1-1 مساوی. تازه 30 ثانیه هم گذشته بود، 20 ثانیه، اما 1-1 مساوی. و به این ترتیب با گل لیونل مسی در لحظات آخر و گل امباپه برای تیم حریف بازی 1-1 در نیمه اول به اتمام رسید. پیری از پویول، پاس برس، بده رونالدو رو تک به تک، رونالدو بزن. اولیور کان ریباند، بزن رونالدو و توی دروازه.
2-1 به نفع ما. نمیذارن سو رو بریم آقا. بگیر گهی، واگ، اشتباه، جرارد، رونالدو. مرسی دوناروما. کورنرم شد. باید آخرم گل نشد و تمام. 2-1 میبریم بازی سوم آقا. با اصلا ترکیب حریف 3216 بود. خیلی قویم. و نمودار ما به این شکل در میاد و با برد داخل بازی سوم به 7 امتیاز میرسیم و به امتیاز 1310 میرسیم. بریم سراغ بازی چهارم و بازی آخر. چه عجب، بعد 5 دقیقه بالاخره افتاد. حریفمون 3 آنتن است. قبول میکنیم. ببینیم ترکیب حریفمون استرنجش چنده. 3114. خیلی قوی نیست ولی ما باید سطح بازیشان ببینیم و ببینیم گیم پلیش در چه حده. ترکیب حریف خیلی جدید نیست. علیرضا بیرانوند. ببین مثلا بیشتر بازیکناش جدیده ولی نگاه میکنی واسه 2-3 سال پیش هم داره، پس اکانتش قدیمیه یه جورایی. بزن هد اولو ویرتس از همونجا. یا علی آرام باش مرد مومن. از دوناروما به پویول. پاس پشمام. رید دفاع، رید حرکت، پاسار مسی بساند، پاس بده رافائل لیاو. گل اول تو دقیقه 6. خیلی زود گلو زدیم. به آقای لیاو. کیمیش واسه بیرانوند زیر توپ میزنه، گند زد. رافائل لیاو بده رونالدو، آفساید نباشه. یه بغل پای ناز. 1 2 3 کس. پاس برای رابرتسون. از مسی رد میشه یا نه؟ رونالدو، خود رابرتسون بده. رابرتسون رفت، مسی به وسط، رونالدو. گل سوم دقیقه 25. بازم نمیذاره سوی رونالدو رو بریم ولی اشکال نره. 3-0 آقا. مارکهی برای مسی، رافائل لیاو بده رونالدو رو. رونالدو رد شده، گل رو رد میکنه. گل چهارم و هتریک CR7 تو نیمه اول و به این ترتیب با هتریک CR7 و اگه اشتباه نکنم تکل رافائل لیاو نیمه اولو 4-0 پیروز میشیم. رافائل لیاو رد شده برای رونالدو، رد میکنه گل رو. وای نذاشت. دروازه خالی لیاو. وای اما تمومه. 4-0 بازی رو میبریم. CR7 توپو بر خونتون سلطان. و به این ترتیب بازی آخرم 4-0 برد و به امتیاز 11 رسید. خب و اینم نمودار ما در پایان این چالش و ویدیو که بازی آخرم 4-0 بردیم و به 11 امتیاز رسیدیم. یعنی چالش رو با موفقیت به اتمام رسوندیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. برای ویدیوهای بعدی ایده بدید و حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودت باشید تو این شرایط بد. خیلی دوستتون دارم. فعلا.